асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар вохӯрии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико иштирок ва суханронӣ карданд. Ҳамоиш бо истиқболи сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ аз ҷониби президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва маросими аксбардории хотиравии иштирокдорон оғоз гардид. کاری همایش را با سخن مقدمه‌ای پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جوزف بایدن افتتاح کرد. رهبران کشورهای آسیا مرکزی ضمن سخنرانی خود دایر به مسائل مهم روزنامه جلسه و تحکیم منبع‌های همکاری‌های سودمند دولت‌های همایش یک قطار پیشنهادها نمودند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار اطمینان نمودند که نتیجه های ملاقات امروزه به تحکیم منبع‌های همکاری‌ها در صیغه آسیای مرکزی ایالات متحده آمریکا مساعدت خواهد کرد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که تاجیکستان کوشش‌های کشورها را برای رشد همکاری در ساحه‌های اقتصاد، نقلیات و کمونیکاسیا، آب و انرژتیکا و دیگر مسائل مبرم رشد استوار کاملا دستگیری می‌کند. در زمینه وظیفه تأخیرناپذیر پیشبرد اقتصاد سبز تاجیکستان بر رشد انرژتیکای سبز اهمیت اولین درجه می‌دهد. تأکید کردند پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان. ضمن سخنرانی سرور دولت اومید به استفاده ثمرناک ذخیره‌های گیدر انرژتیکی تاجیکستان، استحصال نیروی سبز، تشبس‌های جهانی تاجیکستان در سمت حل مسائل گلوبالی از قبیل تغییرآبی اقلیم و تأثیر آن، آبشوی، پریخ‌ها و دیگر مشکلات جامعه جهانی که بر رشد و پیشرفت کشورها مانع جدی ایجاد می‌کنند، اندیشه‌رانی کردند. در برآمد خود پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان توجه سران دولت‌ها را به مسئله افزایش تهدید و خطرها، مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور، تأمین امنیت منطقوی، وضع سیاسی افغانستان و حفظ سرحد دولتی تاجیکستان جلب نموده در این روند همکاری و مساعدت شریکان بین المللی را ضرور شمردند. تأکید گردید که تاجیکستان اقتدار لوجستیکی خود از جمله 6 پل در مرز با افغانستان را برای رساندن کمک بشردوستانه به اهالی کشور همسایه پیشکش نموده، نیروی برق و توسط بازارهای نزدیک سرحدی که فعالیتشان از نو به راه مانده شد، مسائل ساختمانی و مواد غذایی صادرات میکند. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که ثبات در افغانستان عامل مهمی رشد رابطه‌های بین المنطقوی میباشد. از این رو ما منفعت‌دار هستیم که صلح و ثبات در این کشور هر چه زودتر برقرار شود. در آخر سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بار دیگر از موقع استوار و تغییرناپذیر تاجیکستان در حل مسائل مبرم جامعه جهانی و منطقوی و رشد و توسعه همکاری‌ها یادآور شده اظهار داشتند که ما قبول اعلامیه این همایش را جانبداری میکنیم. باید گفت که از روی نتیجه کار واخوری سران دولت‌های آسیای مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلامیه سران دولت‌ها قبول گردید که در آن مسائل مبرم جهانی و منطقوی و سمت‌های اساسی همکاری‌ها بین کشورهای این همایش درج شدند.